مسیر زندگی همیشه هموار نیست. ما در ناهمواری ها در کنار شما خواهیم بود. تخصص ما دفاع از حقوق شماست. با درود حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC. اسد زریمهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو دارن تماشا میکنن. پیش از آغاز گفتگومون با آقای دکتر خدمت شما بینندگان گرامی عرض کنم که این برنامه اطلاع رسانیه، فقط اطلاع رسانی. اگه میخواید مشورت حقوقی داشته باشین لطفاً به شماره تلفن‌هایی که میبینید زنگ بزنید تا به امید خدا کارتون حل بشه. آقای دکتر، باز هم مشکلات خانواده، همه چیز ختم میشه به مهریه. همه چی به مهریه. این مهریه رو کانادا نداره، نمیدونم کشورهای دیگه ندارن، ولی کشورهای اسلامی دارن، اینطور نیست؟ بله. کانسپت عده قوانین بعضی از کشورهای قدیم بوده که منسوخ شده، از بین رفته به نوعی. حالا اسمش بوده مهریه دوری، نمیدونم موارد مختلفی که تو چیزهای دیگه هست. تو قوانین خودمون هم بازم اگه نگاه کنید بستگی داره که یه چیزی بعد رد و بدل می شده به عنوان شیربها، مهریه، که اون عملا فقط مهریهش مونده که بازم مهریه چند قسمته. یعنی بعضی جاها قسمت ایرانو من دیدم که مثلا فقط سکه میدن، بعضی جاها هم سکه میدن هم یه سری گرم طلا میدن، چند مسقال طلا هم اضافه میشه بر اون سکه های طلا. من نمیدونم، حالا یه بار مهری سکه طلا بوده چرا دیگه یه سری اضافه میشه. بیشتر سکه طلا هست. عموما سکه طلا رو دارن، ولی خب اختلافات که پیش میاد و ما درگیریم، چون ببینید همه افراد که مهریه ندارن. بعضی موارد من دیدم که بعضی از خانواده‌ها مهریه ندارن. اونا هم که مهریه دارن بعضیاش ریالیه که قابل دعوا نیست، بعضیش هم که چند تا شاخه نبات، چند تا شاخه گله، بازم اونم قابل دعوا نیست. در دعاوی که بیشتر مطرح میشه اونجاست که متاسفانه سکه میشه. آقایون تقبل کردن سکه طلا بدن یا کنار سکه طلا مثلا چند مسقال طلا دوباره بدن، چند گرم دوباره طلا بدن، یعنی چیزهای مختلفی کنار اون گذاشتن که خب چون قرار داده ما ملزم هستیم که مطرح بکنیم. اگه آقایونه که خب باید ببینیم به چه صورت تعهدات بوده، کجا بوده، چجوری بوده و اول به اصطلاح مشکلات اونجا شروع میشه. غیر از پول و سکه چیزی دیگه هم میدن؟ مثلا خونه یه چیزی بگه؟ آره، ولی خوشبختانه وقتی طرف گفته من نصف یه خونه رو میدم یا یه خونه رو میدم، تو ایران انجام شده معامله و تموم شده. ببینید مثلا من دیدم که در بعضی از معاملات بوده که خانواده دوماد یا آقای دوماد به هر صورت اومده و یک قبول کرده تعهد مالی که اگر این ازدواج صورت بپذیره مثلا 1% از یک خونه که میشه مثلا 1 دنگ یا 2 دنگ، چون قوانین ایران پیش بینی کرده که یک خونه 6 دنگه. بله. و به طب سهامو تقسیم کرده به دنگ، 1 دنگ، 2 دنگ، 3 دنگ، 4 دنگ، 5 دنگ، 6 دنگ. یه دنگی رو به خانم عروس بدن که عروس خانم اونجا با قبول اون الزامات مثلا خونه بهش منتقل میشه. یا شرکتی رو مثلا 50% بده یا سهام شرکت رو من کمتر دیدم، بیشتر خونه رو دیدم. بله، خونه رو دیدم که یا خونه متعلق به پدر زن بودی که پدر زن منتقل کرده، بلافاصله منتقل شده، به قول معروف اندل مطالبه بوده. به هر صورت الزام داشته که منتقل کنه. دیدم منتقل هم کردن که حسن نیت رو خواستن ثابت کنن. و خب افراد وقتی که ازدواج میکنن قصد چیزی که ندارن که اون درسته که داغن، ممکنه 1000 تا سکه، ولی وقتی طرف مونده میگه که من میام برفرض یک خونه رو درصدیش رو میدم، یعنی خونه وجود داره و چون وجود داره و قوانین ایران هم اینجوریه که به راحتی افراد نمیتونن وام بگیرن. اکثر خونه ها وام نداره.
از این لحاظه که اینجا فرد میاد و چیکار میکنه؟ خونه رو چیکار. مشکلمون در پرونده کانادا اینه که افراد در ایران تقبل کردن، تعهداتی رو به عهده گرفتن، حالا وارد کانادا شدن، بعد از 1 سال یا 20 سال یا 30 سال اختلافات ظهور پیدا کرده و حالا میخوان جدا شن. موضوع مهریه یکی از مشکلات عدیده‌ایه که به شرطی که ارقامی باشه. اگه مثلا 50 سکه باشه مهم نیست، ولی همچین که به 100 200 300 400 500 تا 1000 سکه میرسه یکم مشکلات بزرگه تو پرونده و میتونه دردسرآور بشه. حالا اینا که تبدیلش رو میخوام بکنم، مثلا میگه که فرض کن 300 سکه طلا یا 300,000 تومان بعد از 30 سال 40 سال آیا اینا تبدیل میکنن به که مثلا بگی که دولت یا یک سازمانی هستش که اینا رو تبدیل بکنه، بگه که معادل اون موقع الان این میشه، الان 300,000 تومان مثلا 30-40 سال پیش الان میلیاردها باید بشه ظاهرا. در ایران یه سیستم قضایی وجود داره و در سیستم قضایی که 300,000 تومان پیش بینی کرده باشن اونجا اونا تبدیل به قیمت روز میکنن، ریال رو. ولی بازم قیمت آنچنان چندان نیست به نظر من چون چند تا ارقام رو دیدم چندان نیست. اما مشکل اینجاست که ریال نباشه بلکه طلا باشه. قیمت ها در مثلا 40 سال پیش یه دونه سکه طلا رو شما میتونستید 2000 تومان بخری، اگه اشتباه کنم تو 3000 تومان. برمیگرده به سال 60 مثلا. بعد از انقلاب در نظر بگیرید الان 20 خورده میلیون. یعنی اصلا قیمت ها باور نکردنیه. 2000 تومان کجا؟ آخه این چجوری محاسبه میشه؟ موضوعی که الان باید پرداخت بشه. به قیمت الان؟ به در اینکه پرداخت نشده. اگه هر زمانی که پرداخت میشد به قیمت همون موقع پرداخت میشد، ولی چون این بدهی سکه است. اگه پول بود چی؟ پول بود خیلی راحت میشد باش مواجه شد، خسارت خیلی شدید نبود. ولی سکه طلا که از مشکلات عمده‌ایه که ما تو دادگاه‌ها باش مواجه هستیم و باید دید که به چه صورت هست قوانین و بازم این خسارتی که مثلا یکی، حالا خسارت هم نمیشه گفت، تعهد به نظر من، چون خسارت یه بحث جدایی. این تعهدی که فرد به عهده گرفته که باید یه پولی رو بده یا سکه طلایی رو بده، بستگی داره که اموالش اون چقدر هست و تحت چه شرایطی هست. یعنی اونی که یه سری اموال دارن دوباره اموال مال آقا هست یا مال خانومه. اگه مال آقاست خب میشه روش بیشتر مانور اومد و خیلی سری کارا کرد. اگه اموال همه به نام خانوم باشه مشکلات بدتره. از این لحاظه که در امور خانواده به نظر من یکم مشکلات عدیده‌ای که ما داریم که چون مسائل خانواده بارها عرض کردم خیلی پیچیده است و پیچیدگیش اینه که با مسائل بچه‌ها ارتباط داره، با مسائل امور مالی در ارتباط با حقوق ریل استیت، نقل انتقال اموال منقوله و غیر منقوله، بعدش مسائل تکسی مطرحه. یعنی میخوام بگم با قوانین متعددی در خود کانادا مواجه است که پیچیده. حالا و علاوه بر پیچیدگی‌هاش این مهریه هم وارد قضیه میشه به عنوان عنصر که آیا باید قابل پرداخته، قابل پرداخت نیست. خیلی باورشون این که قابل پرداخت نیست، فکر کنم مال ایران بوده، به تبعید برن تو ایران انجام بدن که اون یه بحثیه که ایران انجام هم میدن. من دیدم یه سری معتقدن که اینجا باید با کنار اموال بره، اینکه من دیگه اصلا تو ایران نیستم. خب اینجا وقتی که اینجا مطرح میشه با مشکلات خاص خودش مطرح میشه و توی دعاوی میتونه مشکل ساز بشه. آره اینجا که ازدواج میکنن شما اینا رو مثلا نصیحت میکنین که مواظب باشین این چیزی که دارید تعهد میکنین مثلا 2000 سکه طلا یا 1000 تا اینا، یعنی از نظر اخلاقی نه از نظر حقوقی مثل که به شما خب مربوط نمیشه که مثلا اونا چقدر چه چیزی تعیین میکنن، شما کار خودتون انجام میدین. ولی ما تو این قسمت اینا وقتی میان سراغ ما که انتهای کار شروع کار نیست. آها. یعنی ببینید به دعوا که میرسه میان سراغ شما. معمولا همینه. معمولا از وکیل دوره خوشخوشان و آشتیشون مشکلی نیست معتاد و به نظر منم مشکلی ندارم. ببینید میزان طلاق که زیاد نیستش که خوشبختانه زیاد نیست ها در ایران که وحشتناکه میگن. ببینید ما باید به میزان تعداد ازدواجی که نگاه کنیم. خب آمار طلاق ممکنه که
به نظر بعضیا زیاد بیاد، ولی عملا هم نمیشه گفت هر زوجی به طلاق کشیده شده. ببین به نظر من اینو باید در نظر بگیریم که اگر افراد حدود خودشون رو مشخص کنن و یه ذره با انصاف برخورد کنن، بعد بدونن که طلاق چیزی نیست که واسه همه نتیجه به اصطلاح مطلوب نیست. اینجوری میتونم بگم در مواردی مطلوبه که خسارت روحی روانی به زن و شوهر داره وارد میشه یا به بچه‌ها وارد میشه، این بارها ما اینو بحث کردیم، ولی عنصراً به عنوان یک نتیجه نباید به عنوان یک ابزار نباید نگاه که نتیجه‌ای هست که خیلی هم مطلوبه. نه، با یه نتیجه‌ای است که در بعضی از شرایط که جون بچه‌ها در خطره، دو طرف دیگه نمیتونن تحت هیچ عنوان با هم زندگی کنن، اون موقع طلاق به عنوان یک عنصری باید مطرح بشه، به عنوان یک عاملی مطرح بشه که آیا به درد این خانواده میخوره یا نمیخوره. ولی اینکه ما بیایم بگیم هر موقع که ما اختلاف نظر با همسرمون پیدا کردیم باید بریم به سمت طلاق، به نظر من درست نیست. به نظر شخصی مسلمه باید گذشت باشه دیگه، گذشت تو طرف هم باشه، یه طرف نمیشه. یعنی مثلا برای همین هم میبینیم که اونایی که گذشت دارن، اونایی که برخوردشون معقوله، اونایی که سعی میکنن احترام به حقوق طرف مقابلشون بذارن و حقشون بدن و به همسرشون بها بدن و برای همسرشون یک شخصیت ویژه‌ای قائل بشن، و به نظر من این خیلی فرق میکنه با کسایی که هیچ ارزش قائل نمیشن، فکر کنن خودشونن و اگه خودشون نباشن همیشه از بین میره و بعد حقوق فرد اینها رعایت شه. خب اونجا با این بحث میخوریم که خودمحوری و مشکلات چیزی که پیش میاد اون باعث میشه که اختلافات خانوادگی شروع بشه. من خودم به عنوان وکیل مایل نیستم و به صورت همیشه توصیه میکنم اگه امکان داره دو طرف برن آشتی کنن و برن از افرادی که تو این زمینه میتونن کمکشون بکنن، به عنوان افرادی که به نقل معروف مریج کانسلر ما بهشون میگیم، که اینها برن مشکلات رو با مریج کانسلر مطرح کنن. شاید مریج کانسلر از یه دیگه بتونه کمک افراد بکنه که اینها برگردن به هم دیگه. ولی خب در یه بعضی شرایط میبینیم که زن و شوهر به این موقع رسیدن که به نقل معروف وقتی سراغ ما میان سپریت شدن، آردی تصمیم خودشونو گرفتن، تصمیم گرفتن و میدونن که باید جدا بشن. نه اینکه من دارم فکر میکنم بخوام جدا بشم. طرف وقتی من آقا یا خانمی تماس میگیرم از همسرم جدا شده، مدت هاست ما دیگه با هم هیچ رابطه‌ای نداریم و از این لحاظه که مایلم که این راه رو برم، یعنی سپریشن انجام شده. برای همینم من میگم که توی مقطع است که به اصطلاح من درد سر آوره. ولی خود اینکه یکی بگه من حالا این اختلاف نظر دارم و جداشم نشم، ما میگم تماس بگیر با یه مریج کانسلر. مشاور خانواده معمولا موثر هست این مشاورات. خب ببین بالاخره اونا بی تاثیر نمیتونه باشه، بی تاثیر نیست، وگرنه اینو نمیگفتن که اول برین ریش سفیدی دیگه. مثلا میاد هر کی یه نوع اختلاف ببینید یه موقع تغییر که میکنن سبکتر میشن و راحت‌تر میشن. نه تنها درد دل میکنن، بلکه به نظر من اینه که شما وقتی که با یه نفر که بی‌طرف قضیه رو راحت‌تر از بیرون میتونه نگاه کنه، اون بهتر میتونه نظر بده نسبت به این که آیا این اختلافی که بین دو طرف هست ریشه یا جزئیه. آیا من ارزش داره که به خاطر یه چیز مثلا اختلاف سلیقه از همسرم جدا شم یا نه اختلافات ریشه‌ایه و این دو نفر نمیتونن هیچ جوری با هم دیگه کنار بیان و این اختلافات طوریه که امروزه به یه درجه رسیده که به هیچ عنوان شکاف نمیتونه برگرده سر جاش. اگه شکاف بر نمیگرده سر جاش به طبع یه نفر متخصص بستر نظر بده، یه نفر که کارش مشاوره دادن در امور خانواده است نظر بده اوکی این شرایط طوریه که امکان پذیر نیست که شما دو تا برگردید. یه موقع یکی نظر میده ببین شما اختلافاتتون ریشه‌ای نیست، به نظر من میتونه دو تاتون بیاین سر این موارد میتونه مثلا کنار بیاین. دقیقاً با دو نفر هستیم میتونیم کوتاه بیاین و به تبریز کنه. من بعضی موارد هست که موارد کردم دوستان میگه خب شما آیا با مشاور خانواده صحبت کردید؟ الان اومدی که دفتر من و میخوایی مسئله مطرح کنی؟ موکل من گفت ما تا حالا 50 ساعت رفتم فایده نداشته.
50 جلسه رفتی، زحمت کشیدی و فایده نداشته، خب حداقل خیالت راحته که اگه امروز جلوی من اومدی میدونی انتهای کاره، میدونی که دیگه امکان پذیر نیست، میدونی که چیزه. به نظر من اگر شما خدایی نکرده تو زندگیتون یه اختلاف نظری دارید، بهتره که با یک فرد بی‌طرف پروفشنال تو زمینه صحبت بکنید، نه اینکه با مادرتون صحبت بکنید، با پدرتون صحبت کنید و از اونا بخواید میانجه. سعی کنید فرد بی‌طرفی باشه که بی‌طرفانه با مسئله برخورد کنه، بی‌طرفانه و پروفشنالی برخورد کنه. بعد اونجا همسرت هم دعوت شده و میدونن یه فرد بی‌طرفه، نه سمت هم خودته نه سمت همسرته، بلکه نشسته ببینه که چی کار میتونه بکنه که بتونه این مشکل رو حل کنه. و بسیار موارد این مشاورین خب خوب بودن، وگرنه خب این شغل هم وجود نداشت. پس مسلمه که این شغل هم میتونه مؤثر باشه. ولی ممکنه اون مشاور ببینه که ای بابا شما 10 ساله با این مشکل مواجه هستی و این مشکل رو نتونید حل کنید و غیر قابل حله، ولی ممکنه با وجود این مشکل هنوز شما بتونید با هم زندگی کنید. بحث ما هم همینه. یه موقع هست که 2 نفر میتونن علیرغم مشکلات با هم زندگی کنن و این زندگی اینها به این معنا نیست که اختلافات باعث بشه که به بچه‌ها خسارت روحی روانی وارد شه یا به خود دو طرف. بعضی موقع اختلاف نظر خوبه، ولی بعضی مواقع هست اختلاف نظر ممکنه به طوری باشه که هر روز باعث بحث و جر و بحث و درگیری بشه و در کنارش هم در جر و بحث و درگیری ها باعث خشونت بشه و اون خشونت میتونه خدا نکرده خسارت روحی، روانی یا جسمی به افراد بزنه و اون هاست که باید تشخیص داده توسط فرد مجرب متخصص تو این زمینه که اونها نظر بله. پس نتیجه میگیریم که راه حل اول اینه که کوتاه بیاین، مصالحه کنین، گذشت داشته باشین تا با هم کنار بیاین، برای چیزهای جزئی با هم دیگه اختلاف نداشته باشین. ولی اگه خدای نکرده بعد از 50 جلسه مشاوره نتونستین و مجبور شدین که از هم دیگه کنار بیاین، برای حفظ حق و حقوق خودتون برید سراغ وکیلی که از حق و حقوق شما دفاع بکنه. از اینکه بیننده ما بودید سپاسگزاریم. از توضیحات شما آقای دکتر ممنونم. با تشکر از شما و با تشکر از بچه‌ها اتاق فرمان که این برنامه رو ضبط میکنن و با تشکر از بینندگان محترم که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن. امیدوارم که این برنامه مورد استفادهتون واقع بشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. خداحافظ. من دکتر ناصر عابدی با بیش از 21 سال سابقه وکالت در کانادا در دعاوی حقوقی مربوط به امور خانواده، خرید و فروش مستقلات و حقوق مهاجرت در خدمت شما خواهم بود.